سلام سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. آیا می دانید چیست آنی که به یاد ما آخرت را می آورد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: قبرها را زیارت کنید، زیرا آنها به یاد شما آخرت را می آورند. روایت ابن ماجه. در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما می گویند که قبرها را زیارت کنید، زیرا به سبب زیارت کردن قبرها وقتی که ما به قبرستان می رویم، نظر به این قبرها یاد آخرت را به ما می آورد. ما وقتی که قبرها را می بینیم به خود می گوییم که تو نیز کدام روزه در اینجا دفن خواهی شد. وقتی که یاد آخرت را کردیم، در فکر آخرت شدیم، آخرت خود را با طاعت و عبادت ها آباد گردانیدیم، انشاءالله از جمله شخصان نجات یافته خواهیم گشت. پس دوستان عزیز، ما باید آخرت را از این دنیا بالاتر دانیم. یعنی به سبب کارهای دنیاوی کارهای آخرت را نگذاریم. یعنی به سبب کار این دنیا نماز و روزه و دیگر عبادتهای خود را نگذاریم. چون همه ما می‌دانیم که آخرت ابدی است و این دنیا فانی است. این دنیا تمام می شود و در آخرت ما ابدی میمانیم، یا که در بهشت یا که در دوزخ. پس دوستان عزیز، آخرت خود را از این دنیا افضلتر دانیم و در پی آبادی آخرت باشیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.